من تو خونه نشسته بودم ژاپنی میشکستم، بعد مامان اومد یهو گفت پاشو برو یه چیزی بشو. دقیقاً میخوای چه چیزی بشی؟ خواننده. خب چرا خوانندگی رو انتخاب کردی؟ خوبه دیگه، معروف میشم، بعد مردم منو با انگشت نشون میدن به هم دیگه، میگن این خواننده است. صدا چی؟ صدا داری؟ بعد تو دستگاه میخونی؟ نه، من تو ماشین میخونم، تو همون میخونم. شما با نوت آشنایی داری؟ نه نمیشناسمشون، ببخشید. گام میدونی چیه؟ گام اون که بر میدارن؟ نه. اون که بر نمیدارن؟ ضرب چی؟ ریتم، تمپو. من اینا رو اگه میدونستم که نمیمدم پیش شما که میرفتم. به مادر خیلی سلام برسون. اگه